مشتری براش اومد. هومن تصمیم داره برای این مشتری بی پدر مادر توی کاسه خمیریشه پیتزای بیسکویت مادر درست کنه که مشتری احساس تنهایی نکنه. سوپرمن میگه یه پیتزا بیسکویت مادری بهت بدم که خدا رو ببین. وقتی با فنر دو چرخه ترکیب سرکای رول چوب دوقل کود پای گل زنش همه مثل رختخواب پهن میکنه رو مایتابه زایزی داییش. از وقتی با قاشق سنگال دعوا لفظی کرده فقط با انگشتای زیر بغلیش کار میکنه که الان زیر ناخوناشو تخلیه کنی میتونی برز پیتزا رو صافتر از قبلش ساخیدن کنی. این پیتزای شفازا با پنیر پیفاپ و بیسکویت مادر میتونه به سوزش و خارش معده و رم مثانه و شاشیدن به سیستم ایمنی عصبی بدن کمک کنه که بدتر شه. سمی از پزشکان پروفسور بمبئی گفتن هر کی بخوره از گوشت سگ حرومتره. با اینکه از اختراع این سرک معده خفه کن چیزی نمیگذره ولی تو بمبئی با خوردنش آتیش به پنبه افتاده، سگ به شکمبه افتاده. این فست فود به جای پروانه بهداشت علامت مخصوص سوپرمن غیر بهداشتی رو داره که هر کسی بخوره انش هم گلنز میکنه. بفرما اینم یکی از مشتریاشه که چه بعد گلنزم بود. شل کن هومن خدا برات نسازه. هومن بیا خوب شد، دارم با درل پیپیشو هول میدم بلکه بیاد بیرون. وای چقدر معدش بدورمه، این رو تخت جا نمیشه، باید یه تختم واسه معدش بیارم. بعد از اینکه مریض خوب شد بهش گفتن چه حسی داری، گفت من دیگه لب بخورم گوه بینا بزنم. مرسی